تو منو قبول داری یا نداری؟ کاملا. خب پس مسئولیتش با من. بسیار خوب. فقط بسیار خوب سیامک. خیلی وای اصلا جای کات بگو عزیزم بگو این کاملا میرسی چی دلدلکی هم هست نه یه دو تا بزنه بگی من میگم اصلا بیهوشش نکنیم، بی‌حسی موضعی بدیم، اینجوری هم واسه ما کم خرج تره هم میترسم از این. خب من میگم اصلا بیهوشش نکنیم بریم. بله خب کی آخه؟ دیگه بریم دیگه بذار ما بریم این کار انجام بدیم. آقایون داداشم گفته باشم تو اتاق عمل فقط من و این داداش حق داریم بریم اون، همینی که گفتم. خیلی خوب آقا این داداشاش کیان؟ عزیزم ولش کن بذار ما کار خیلی من از برگشتیم. منم برگشتم. این چرا؟ آقایون داداشم گفته باشم به غیر من و این داداشه هیچ که دیگه حق ندیره لنگیش بذاره تو اتاق عمل. چیه بار آقا این داداشاش کیه؟ عزیزم یاد سکانس پشت دستشوی پاورچین افتاد. دکتر داداش دستگلت اک تمیزه این که رودش بازه. خب من اینا ندارم. بسم الله. من